در دنیا عزت فقط به مال است. مال داری عزت داری، مال نداری عزت نداری. دنیا در همین قاعده هست. برای چی سخنهای حضرت سعدی را فراموش کرده؟ من برای شما خوانده بودم امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند. حضرت گفتند ببین امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. حتی برادر جانیش هستی، یا گویم برادری که از یک مادر یک پدرش هستی، پول نداری تو برادر اون نیستی. امروز در همین تجربه حیاتی های شما ندید، همت میدونین کو. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، میخواستم با یک سوال بنده پاسخ میدادید. تکبری در اسلام گناه میباشد. عالمی را میدانم که همه او را حرمت و احترام میکنند، لیکن او آدم را از روی داراگیش بها میدهد. اگر پول و مال و چیز داشته باشد به تو با روی خوش با خنده و با دو دست سلام میکند، ولی اگر کم بضاعت باشی سویت نظر نمیکند. التماس با این گفته ها روشنی اندازید که این برادر میگوید تکبری حرام است در اسلام. و عالمی را دیدم که با آدمای ثروتمند و دولتمند و وظیفه‌دار خیلی گویم با تبسم و خیلی گویم با یک حالتهای بهترین مراسم میکند، لیکن آدمای کم بغل و کم بضاعت را تماما احتراف نمیکند، تماما احترام هم نمیکند. برادر عزیز، در این مسئله باید شما ملال نشوید، زیرا این از اول دنیاست. حضرت عمر میگوید عز الدنیا بالمال و عز الاخره بالصالح الاعمال. آخرت در عزت فقط به عمل صالح است گفتند، لیکن در دنیا عزت فقط به مال است. مال داری عزت داری، مال نداری عزت نداری. دنیا در همین قاعده هست. برای چی سخنهای حضرت سعدی را فراموش کرده؟ من برای شما خوانده بودم امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند. حضرت گفتند ببین امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. حتی برادر جانیش هستی، یا گویم برادری که از یک مادر یک پدرش هستی، پول نداری تو برادر اون نیستی. امروز در همین تجربه حیاتی های شما ندید، همت میدونین کو. در خانه های وجود دارد که یک بچه دولت دارد، بچه دویمش دولت ندارد. همو پدر مادر با دولت چه دوست میدارد، کم بغل چه دوست نمیدارد. همین شما نمیدونین، همت میدونین. همون برادر دولت دار گپی او سخنی او تاثیر دارد، این به دولتش هیچ سخنم ندارد، قدرم ندارد. اینو در تجربه حیاتی همه دیده ایستاده ایم. حضرت عمر بیهوده نگفت عزت دنیا به مال است. در دنیا مال داری عزت داری، مال نداری عزت نداری. امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. ببین در دوام چی میگوید؟ میگوید زردار را به مجلس جای دی هم بسر، بیزر اگر بیاید جا تنگتر کنند. همه یک آدم پولدار و منصبدار که در آمد همه میخیزد، همه میخیزد. یک ملا طاقه نه، همه شما میخیزید، همه میخیزد. زردار را برده در بر بالا جای میکنند. امروز در دنیا در همین تجربه حاضره دیده سید کو بیزر اگر بیاید جا تنگتر کنند. یک آدم بی صاحب، مثال آدم گویم فقیر و بی پول باشد، بعد جا را تنگ میگن، جا نیست خانه دیگه برینش. این است که آخر زردار اگر بمیرد خیشان و غیر گیریند، بیزر اگر بمیرد کمچشون تر کنند. اگر زردار میمیرد باور کنین همه گریه میکند، تمام آدم. لیکن آدم بیزر میمیرد یک کس گریه نمیکند، یک کس آبی چشم هم نمیکند. حتی من در یک گویم جنازه ها اشتراکی میکنیم امروز، در آدم بیچاره وقتی همون پول پرتایی میشود، آدم بیچاره در باور که 20 درمه 50 درمه میپرتایند. آدم وقتی یک آدم منصبدار و وظیفه‌دار از دنیا میگذرد، همین آدم کم بغل دیدم 5 سوم پرداخت، 5 سامانی. حالا که 5 سامان احتیاج فقیر دارد،
اون آدم پولدار و مالدار احتیاج به این پولی پرتافته تو نداره. برای همین برادر عزیز در این ملال نشو، غمگینم نشو. دنیا را قاعدش همین سنت دنیا هست. دنیا همین که قاعده داره. و حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگه در همه جهان اگر سری نیشتر است، این همین دنیا اگر همه گوییم که یگان خانه نباشد، دنیا گوییم یک زمین راست هموار باشد و در یک گوشه همین یک میخی راست باشد، یک سوزن راست، در همین قدر دنیایی که گوییم هیچ حد و کنار ندارد، یک سوزن در یک اطراف راست کردگی باشد، گوییم یک خار در همون زمین باشد، در همه جهان اگر سری نیشتر است، در پای کسی خلد که درویشتر است. همون خار در پای یک آدم کمبغل میزند. میگه میزان که با همه راستی دارد، میلش طرفی بود که وزنین تر است. حتی همین ترازو را بین میگن، همین ترازو هم میگه یک چیزی حقیقت های، لیکن همیشه بارش میگه به طرف همون وزبینی میرود، هیچ وقت طرف همون رقم نال نمیرود، فقط همون هزار دا میرود. برای همین این مسئله را دادر عزیز شما غمگین نشوین، لیکن هر یک پیشوایی که، هر یک پیشوایی که، هر یک ملایی که، هر یک ایشان و شیخی که اگر یک آدم به خاطر مالداری و دولتداریش تعظیم کند، حبیب خدا گو که از سه یک حصه دینت می رود. به خاطر دولتداری و مالداریش تعظیمش کند، همیشه همون را چکار کند؟ همیشه همون را گویم که صفت کند، به خاطر پول و مالش، به خاطر دینداریش نی. حبیب خدا گو از سه یک حصه دینت رفت را. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.